لا اله الا الله محمد رسول الله. همه قدر ران ما بیاورد تو دای وقت تو به دکتر میارم. چرا خمینا ها یاد تو میاردم؟ میبینی که یک ریپ پولم به کسی میگه خدا ناصر میتونم فرق سر از بدونی که مغزا کلی از بدون شه. خدای پاک تو دار و دار کنه بخیر کمر تو چی کار کردی آخی؟ این موتر نیست چرخ نیست سکین من چی رقم پاس برو؟ ای خدای پاک تو گم کنه بخیر. کاستان دیگه تو نبینم. سلام علیکم. سلام علیکم. بله لالا خیریاته؟ میره سلام میره. چایی میزنی؟ مثلا شما نه؟ بله. چه کار شده؟ مریض نقصه آخر فراموش کرده عکس آخر فراموش کرده 5 کیلومتر راه بردش بیاورد اینجا. حالا من یک سکیل دارم یک موتر که ما برام پاس برای ادنا بیارم. یک سکیل نداری لالا برام میامی نقصه و اینا پاسورد دارم بیارم. سلام عادیه. من سلام میره. برو لالا خیر باشه برو. برو. از خدا نترسی همیشه لا اله الا الله رسول الله. واسش با کجا کوکو؟ برو جو ما 5 کیلومتر راه خونه ما دوره. نقصه آخرم فراموش کرده عکس آخرم فراموش کرده میبینه که پولم به کسی من یعنی سچرخم تا شدم سچرخم میلا کردم براتون. حالا یک سکیل ما پیدا کنم همین نقصه آخر دوا آخر بیارم. بای واسه کارش نمیشه. نه برار ما تاشون بازی واسکل برم نمیرسم. کجا هستش شما برم بیارم تو هم رفته نمیتونی 5 کیلومتر راه خونه ما تا اینجا تا اونجا. نقصای مونده. نقصه نگاه داشته عکسار نگاه داشته معایناتی میده پیش اینا نگاه داشته بیام اینجا خلاص سال به پیش میگم میگه یاد نبرم. خدا کارش میشه. خدا نه که میتونم فرق سر از بدونی که مغزا کلی از بیرون شه. من رخصت روی سرگردان نمیشه چرا میزنه؟ مجبورم من دیوانه جون نکرده ای. این چی به کار زندگی ازی؟ این ازم خدا نه میتونم تا سر ازی بزنی. وقتی که ما با تا سر ازی بدون که مغزا کلی از بیرون شه. ای فهمیدم که ببری ازی بدون خدا برسی. کجا؟ دل بدین بشین. کوکو جون تو باز که خسوار شو تو مرام نی حرکت کو برو کوکای خوب بگردم. بالا شو بشی برو تو. و گناه داره بزدن خور نمیشه. من مجبورم که به می رقم آدم کنم کی نمیفهمه. دایم وقتی هر چیز از پیش از یاد از میره. بشین چی میز شاید پیدا شه. شما باز که خسوار شیم قراره بشینیم بریم حرکت کنیم خیر بینیم. برای شما محرمیت نداره. بله بدن خورسندی خرج کنیم بعد. بالا شیم شما. کنج دیوار بشینین چی میز خور همین تا پیدا. تو مریالا کو که لازم ولی که زندگی به کار هستی اصلا زندگی به کار نیه با خدا قسم مرگ مال وضعیت بسیه تو پس که یک وقت اثر از بزنم بله لازم تا کوچه بعد آخه میگه زن خو میزنه شما بغل اوکی من خون جگر کرده ای خیلی نمیفهمم زمان بشین شما یک بغل بریم شما باسکل خسوارشین خیر بینین لالا خیر بینین بریم بشینیم باسکل خسوارشین خیر بینین اگه باز باسکل کارش ما میشه نه برارم خیر بینین خونه ما خیلی دوره با باسکل راه نداره برارم بریم بخیر بریم خیر بینین رسانه همین مردم دلنا به من میسوزه دل تو به من نمیسوزه بذار من کدو کل تو من دست تو چکار کنم آخه من دیوانه جون مکردی خدا تو دیوانه کنه بخیر همین مسلمانا تیر میشن به من دلسوزی میکنن تو به من دلسوزی نمیکنی مشته تا به خونه برو من آله آخه 5 کیلومتر راه من اینجا اشته برو من همین تا فیلم بازی میکنم که هر کس زیرا تیر شه سکینه بستونم راه خور بگیرم برو مرتکه چی میفهمه که تو کینی گاهی وقتا اگه تور دو میدوم با دل خون نگیر اگه پیرم با تا سرتم میخورد بازم با دل خون نگیر بفهمیده چی میگم با خدا نه تو میتونم با فرق سرت میتونم بدونی که میتونم مغزا کنی تو بیرون شه تو زنده چی بکاره تو اصلا با تو مرگ عروسیه آخه من 5 کیلومتر را میشته برم از خدا نه این زنده با کار نیه بخدا که من نه برادر من اما 5 کیلومتر را من بیاوردی آقا چرا تو معاینات خور نداشتی آخه تو چرا عکس خور نوردی تو بگذار لالا که من چی گفت که ما بپرسم گناه داره بابا این سیاست یا برادر من اصلا یه گناه نداره آخه تو خبر داری لالا که من چیکار کردم نه چیکار کردی 5 کیلومتر راه چرخ گرفتیم تا ببینیم بیا آمدیم حال به من میگه معاینات ما بمونده عکسام ما بمونده نقصام ما بمونده حال من موتری ندارم سکلی ندارم من به چی برم یک ریپ پولم به کسی من یک خودم خبر داره که پولا به خونه به دست نه پولا رو ور نداشته خاله جو مادر شما نه خانم منه ولی بگذار نه دیگه دیگه مری بهتر گونده بگذار که من بزنم برادر من گناه داره این زنده با کار نی آخی مادر بچه شما نه واخ کماری دیونه جون ما کرد مادر بچه شما مادر بچه منه خاله جان شما یک دقیقه اجازه باشه بپرسم اجازه است بجام خوار بجام پیار مادر مونه حالی خودی نامحرم با گپ نمیزنن این کار خرابه خب گپ نمیزنم من میگم شما بگذار که من نه برادر من گناه داره سیاست چی گناه کرده آخه من اشته موقع در رامه برادر مختار حالا من گردنم بند باشه میتزن بیاقلی دارم بزو میگم چای بیار میره واسه به موجیش میاره میگم موجیش بیار به من میره کاسه گلورتریش میاره تو زندگی بزینا چی بکاره دیگه هیچی از کدام نه
تو صبر کن تو نکن تو پس کن که من تا سر بزنم که مقصود کلیه بیرون شه که بفهمه دیگه تو کاری نکنه این هندی به کاریه نه راست میگه گاب میزنم برار من صبر کن بگذار برار نمیشه برار جو بچه کردم به بغلی و خور ورده اصلا این چی زندگی به کار داره ایفهمی زندگی بگذار تو بگذار که من برار من نکن برار من صبر کن یک دقیقه بشین همینجی بشینین شما بشینین یک دقیقه بشین بده لالا می بله برار بگذار که من میگم نکن لالا بشی من گپ میزنم دیگه بشی برار من بابا ایلامو هی خدا تو رو بگیره زنکه خاله جان برار جو عزیزم گناه داره سیاسره خاله جان بجام پیار و مادر منیم خوارم شما چه ریته میکنیم گردنم بند باشه میره مال من برو شوار شما نمیگم من گناه گناه به زیر سر شما زنکایه اگه شما زنکا آواز خور جمع کنی اگه خاله جان سی کنیم انا من دور میشینم اگه میمرو عروسی بودی تا چند روز پیشتر شما آمادگی خور میگرفتین میگفتین با من رخ بخر با من کش بخر با من آرایش بخر با من چی بخر شوهر شما راست میگه گناه داره تاشون مسکین بیچاره کار میکنه مونده علاق با یک راه میلی شما عکسا خورانور میداشتیم اگه نقصه داشتیم نقصه خورانور میداشتیم اگه پول ماستیم پول انور میداشتیم یک ذره ای برم بیاون بزی تا کوچه باغا ای برم او بر چند راه دوره 5 کیلومتر لا خونه ما دوره بیلا خوارم دیگه کار نکنیم آواز خور جمع کنیم گناه داره بده من اگه مالی نمی آمدم به میبینید به فرق سر شما میزد شما مینداخت خود همینجور چه کار میشود چطور کنیم ما میگم لالا یک کار نمیشه بکنی همین سکیله خور بده که ما برم همین معاینات همین نقصا از همین عکس‌ها از زیر بردارم بیارم این مرد نقدشتی که ببین به فرق سر از میزدم حالا من اشتباه کنم من پیار من گفتم دویده میری زودی به درس را ارباب صاحب که به زونا میگی که ما جلسه داریم اگرم حالا من شماره دکترم بگرفتم بالیم هم ناوقت شدن حالا هیچ وسیله هم نمیآیه به زیرا هیچ موتری هم نمیآیه که من بشینم برم همین بیلم به پیش تو باشه همین سکل تو من سوار میشم من میرم همین معاینات از این میارم همین بچی میرم همین معاینات از این بر میدارم میارم ما عقد میکنم میرم با خدا همین همین شماره هم که بگیرم 2 روز پیش کی پول دادم ولی دیگه به نوبت هم برای من نمیرسه انا کودک من با بغل وقت شد برام یار شما زنکار کو خاله می آدم بکشه کمه حالی من کار دارم منم برادر ارباب صاحب من هزار مشکل دارم همین جی بشه من میرم زودی پس میام بیل من به پیش تو باشه لالا حالا مثل چرخ ما این گپ بزنیم بس چرخ نمیشه ما 5 کیلومتر راهی تا به سوام نمیرسه من میرم زودی پس میام راست میگی باشه ور داریم هم بیل مرمار داریم بیلم پیش شما باشه همون بیلم پیش شما باشه همین مزدوری میرم این معاینات و اینا رو میدارم میارم یاد داریم ها یاد دارم با نمیشه دیگه موترم نیست مجبور من میبرم جودی پس بیام حالا من اینجا میشینم میگو گوش شما باشه دیگه گوش به دل جمع به شما دیگه همین تو میبرم پس بیام میگم لالا گوش کنیم برای کم نداره برای کای سسته حالا هم برای کنیه میگم لالا سکل شما اسناد هم داره اسناد داره جواسی آنه تیار بدین که حالا ببینین خود شما روزا خیلی بگیره یعنی می اسناد از که پیش ما باشه از زودی نمیگیرم یعنی میجی باشه من زودی پس میایم بفهمیدین اشته خاله دیر که شوهر شما کلا گناه وزیر سر شما زنکای حق بودک همه چیز میده که داشتیم خونه می آوردن دیگه مرگ خاک چیزی بله لالا تیار خیریت جانجوره من هنو به در سر ارباب صاحب نرسید و من میتا برم همینجا بیامدم یک نفرم اینجا سکیل بدن دستی واسطه که به کار دیشته اگه چیز میکنه میایم منی
هم مرتکه کی بدد ایشکی مرتکه کی بدد چیز همی نفر هم اینجا بیچاره زن خور میزد واسطی ناجوردش برا کمی سکیل ببرد کم اینجا چیز کنه پول بیاره بخون نقصه بیاره نه اینجا من به شیشته هم تایر کوچه باقیم زودی میرم خوبه دل جمع باشین خوبه خدا حافظ خاله جان من برار ما بدیدیم زنگ زد شما غیر مردم اسیر کنیم از که یکی شما رفته راست میگه به خدا به میبیل به مغز سر شما زنکا بزنه دیگه نشیم خال ازمه شما ملامتی زن پچولی ماما میته چیزیه کله پخ پخ گردنم بند باشه اگه لنگ درک داشته باشه لا اله الا الله چیکار کنیم ما همین منطقه شما خاله اسم دی شما همین محله شما همین سرایی که میشینم اسم چیه کجایه که ما حداقل ما ذره پیاده برم پیدا کنیم که زودتر بیایه دیگه نقصه ها خور بگفتیم عکس ها خور بگفتیم به کجا گذاشتیم یا نه به مرجا پرته وی میپاله تا بکس ها دیگه میپاله بکسار میپاله هی بابا خدا شما زن کار هدایت کنه بروی عقبی بخو بیلان اگه برار من زنگ زنه 100 به من میده سلت میکنه میگه تو سکیل برای مردم میدادی چی کار بیا خیر بکن خاله جان خوی خاله زنمو مرتکه خاله زن مرتکه البته تو دیشب رخشویی داشتی خاله زنگ ده به میشور خوب بگو بیارم سکیل ما بد کردم اشتباه کردم من که به سکیل دادم مشاور تو سکیل زنگ ده بگو بیای خاله خاله ازم خدا نه ترسیمیتی یک بلی بزی بزینی کیلم اینجا قشغل کنیم بلچی بری برات کار خواهدم سکیلم کیر شی خاله خاله چی رقم انسانی بده ای این ناجورم اینجا نمورده باشه به بلعزی بفته کن خاله حالا دست خور بزنم این نامحرم یا به دست خور ما به جون از این سیاسر بزنم این به جان پیر و مادر ما نشته به دست خور بزنم خاله خاله به چی هم خواه میگه به چی هم خواه به چی هم خواه چو خست نمیزنه خاله بمردی از زنده ای خاله خاله اشته کنم مال گناه داره من دست خور به جون نزی بزنم خاله جان ما اشتباه کردم من غلط کردم خاله اگر میشنوی زنگ ده به میشی خوب بگو سکیل از این بدبخته بیچاره بیار خاله لا اله الا الله خاله اینه خوش شده خاله چرا خوش شده دیگه خاله جا بمردی اینه ایکو کلوخای اینجا که با بیلا در بدر شونم سکیل من ببرد به خدا دوست با بیلا انال ما جواب پیر بودر خورچی بودم ما جواب برار خورچی بودم
این کلوخر بچینده ایم خیال کردم زن از اینه ای 3 ساعت اینجا گریه میکنه و زن خور میزنه با بیلا انال من چی خاکسیه بشم ما برم چی بگم به مادر پیار خو اشتر کنم ای با شکل برکی اشتر بودی چکار کاکا چکاره؟ برالا جو یک نفر میته ندیدی سکیل سواره مرتکه اشته آدمی بود لختا سفیدی بباری بیدک موهایت دنبه اسبی بیدک آره روی خانی هم به خیالم دوخته بیدک همین تا سکیل ها بمونجا زن خوره میزد خودی بیل من بیام آدم دیل سوزی دل سکیل بدادم که میرم نقصا زن خود بیارم منه پول بیارم اصلا نه سعی میکنم کلوخار بچینده چاد نمازنم به رویو بیلم به دستی بود بیلی هم به دستی بود ما هم بیدون کاکا گوش کشین از اون میام چرا میدن چکار کاکا جان گفتگی نقصا خود چیزا خیال کده آفرین امو گفت اگه سلام 5 کیلومتر دور چکار فلانه گفتم نزنه گناه داره اگه باسکل به کار بگیریم و ما میریم نقصاشو میارم خوب شد که ندادم باسکل خو باسکل تور ماست بستونه ماست گفتم بگیریم باسکل من ببریم گفت نمیشه نه برارم تو ندیدی بابا البته ماست بسر تو فیلم بازی کنم بابا خدا بیلا خوب شد باسکل ندادم برارم ببردم موتور شما سکیل من ببرد من دل سوزی گفتم من اینجا باشه بدون که زن خورماش به بیل بزنه یعنی جا زنی کلوخ بوده کلوخ بودم که 1 ساعت از زن میپرسین یک دم تلینگ دادن سعی میکنم کلوخ حالا چه در نماز بفته یعنی دوستی بوده آه بیلا خدا با خوردی تو بخیر کشی آره، نکنه کجا بزی می‌ری؟ خانه پاری من بزی خانه کردی بخیر از جمعی خدا بری تو بابا بچه خاله بله برارم اگه دیدی 1 سکیلی خوبه خوبه اگه 1 سکیلی دیدی که میتونم همون مرتگاه که ما کنیشت میشناسم اگه میشناسی 1 دفعه 1 دقیقه بیا به من با تو شیرینی هم میدم 1 پینجایی ایوه کجایی حالا برو پیار مبارر به پشت بر میکنم چکار کنم